بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند علاقه‌مندان به ورزش پرطرفدار فوتبال. از ورزشگاه فولاد آرنا در خدمت شما هستیم با در محوطه جریمه خطرناک. یه لحظه توپ از دست حامد الک خارج میشه. چه شانسی آورد فولاد. بعدی هم گویا صورت گرفته، توپ از دست حامد الک خارج شد و پویا مختاری لحظه آخر نتونست دروازه فولاد رو باز کنه. به نظر فکر کنم تصویر پشت دروازه بهتر نشون بده که چه اتفاقی میفته. اینجا حامد الک و به کی میخواد کارت بده؟ پویا مختاری از زمین مسابقه خارج میشه و از این لحظه به بعد یه سانت به روی دروازه، یه ضربه سر خطرناکه. همچنین کارهای خوب شاگردان ایوب والی در دو محوطه جریمه. فرصت برای فولاد خوزستان، ضربه سری که از سرابادانی. رزاقپور، اسدبیگی شوت میزنه و لحظه آخر به پای احمدزاده خود فرشاد قشنگ میفرسته به روی دروازه. چه گلی، روی چه پاسی. کار فرشاد احمدزاده بی‌نقص بوده و با هم خیلی قشنگ سلیمانی گوشه دروازه رو هدف داد. چه پاسی آردویی انصافا فرستاد فرشاد احمدزاده. قشنگ، یعنی به قول حمیدرضا صدر مثل یک ظرف میوه که تعارف کنن به یک مهاجم. و رحمان جعفری پاس برای لطیفی، یه ضربه و گل میزنه امید لطیفی. 1-1 مساوی. پدرام قاضی پور 1-1 مساوی میشه. خیلی سریع گل فولاد خوزستان روی این ضربه پدرام قاضی پور، کنارش حساسان انصاری. یه سانت به روی دروازه، فرصت خطرناک و این بار احسان محروقی نمیتونه دروازه رو ذوباهن رو. رامین رضاییان سانت به روی دروازه، خود بازیکن فولاد خوزستان و ضربه سری که میزنه اونجا احسان محروقی و کنج دروازه توپو کشید بیرون. خود رامین رضاییان پشت توپ، یه سانت به روی دروازه. اوه چه جوری گل نشد. چه سانتری کرد سمت راست رامین رضاییان. یه پاس عالی رامین رضاییان، سرابادانی در محوطه جریمه. رزاقپور یه سانت به روی دروازه، احمدزاده رها میکنه توپ برسه به رامین رضاییان. خود رامین تو سر توپ خوب او، احمدزاده در دو محوطه جریمه. رامین رضاییان، فرصت برای فولاد. رزاقپور سمت چپ، ارشیا باقری، روماریویی حرکت میکنه. ارشیا باقری، جولانی، یه شوت از راه دور خطرناک با اختلاف اندک به بیرون میره. سینا مریدی، رزاقپور، سانت او به روی دروازه، یه ضربه سری که به شکلی خطرناک از کنار دروازه ذوباهن. سلیمانی درگیر با بازیکن ذوباهن، خیلی خوب رد شد سلیمانی. سانت به روی دروازه، گل نشد. چه فرصتی بود. سلیمانی، اکبرزاده موقعیت برای سانت داره و گل نشد. لحظه آخر چه هرسی میخوره احمدزاده. خود فرشاد، یه سانت به روی دروازه و بازم قطع نمیدونن مهاجمان فولاد. و این بار یه سانت به روی دروازه، جفت پارسا جعفری. فرصت برای فولاد خوزستان، نعمتی میسپار ارشیا باقری در محوطه جریمه. وای اگه گل بشه چی میشه برای فولاد خوزستان. گل! الله اکبر! چه گلی! چه دقیقه‌ای! در واپسین لحظات
انصافا چیزی از ارزش های تیم خوب ذوب‌آهنم. وای 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 وای، دیبروینه بود؟ کی بود این شکلی زد؟ چی زد؟ مرتبط شد با گل. اتفاق خاصی که نیفتاد. شاید پایان این دیدار بسیار دراماتیک